به نام خداوند یکتای بی همتا، به نام ذات که ما را از عدم آفرید و به واپسین دینش که همانا دین اسلام است هدایت فرمود و درود و سلامی بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم و خاندان پاک گوهر او و یاران با وفا و روان راه او باد. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان هستید، خدمت تک تک شما عزیزان و دوستان و یاران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوار هستم که از نعمت صحت و عافیت برخوردار بوده باشید. با اجازه شما عزیزان خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز که در این برنامه ما و شما را همراهی می کنند هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب دکتر به برنامه بازسازی اندیشه خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند باشید. من هم این توفیق الهی را که در این برنامه نیک و خوب با شما بوده باشم از ذات الله تبارک و تعالی شکرگزاری و ادای امتنان میکنم و از الله تبارک و تعالی مسئلت دارم که به ما و جمله اهل اسلام توفیق نصیب کند تا همیشه در دفاع از حق و حقیقت و افشای دروغها و اباطیلی که فراراه دعوت حق و تصویر کشی های بناحقی که در خصوص داعیان حق از طرف دشمنان اسلام راه اندازی می شود در افشا و حقیقت گوشایی و بازگوشایی حقایق آن در خدمت اهل اسلام و اهل و بشریت بوده باشیم. تشکر جناب دکتر. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به یاد داشته باشید ما قبل از ماه مبارک رمضان در دو برنامه یا دو جلسه اخیر برنامه بازسازی اندیشه پیرامون شناخت واژه و اصطلاح اختراعی که به نام وهابیت در اذهان مردم تزریق شده صحبت کردیم که وهابی کیست و وهابیت چیست و این اصطلاح یا این نام از کجا پیدا شده. در این شک نیست که دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمانان و استخرابگران و اشغالگران همواره در طول تاریخ سعی نمودند تا به هر گونه‌ای که شده و به هر قیمت و هر بهایی که شده است سد راه دعوت اسلامی بگردند و داعیان و دعوتگران و مجتهدان مسلمان را به نامهای مختلف بدنام کنند و اذهان عمومی مسلمانان را نسبت به دعوتگران مخدوش و مغشوش نمایند که یکی از این دعوتگران شیخ محمد ابن عبدالوهاب است که البته هیچگاه و هیچ وقت و در هیچ مقطع ادعای
ایجاد مذهب جدید یا فرقه جدید را ننموده است، اما مزدوران استخرابگران و استعمارگران همواره تلاش می کنند تا با ایجاد فرقه و نام و اصطلاح در بدنامی این دعوتگر به سوی حق سهم بگیرند. در 2 جلسه قبلی که جناب استاد عبدالرحمن فاتح ما شما را همراهی می کردند در رابطه به اینکه این اصطلاح از کجا پیدا شد و از طرف کیها این اصطلاح در خورد مردم داده شد صحبت‌های مفصل شد و ثابت کردیم که برای میخوان که نام محمد ابن عبدالوهاب که نامشان محمد بود و نام پدرشان عبدالوهاب بود به هر قسم که شده با نام یکی از رهبران شاخه های خوارج که گفتیم در قرن 2 هجری در شمال آفریقا میزیست ربط بدهند و این شخصیت را بدنام کنند. البته برنامه شناخت وهابیت و اینکه این اصطلاح از کجا آمده و توسط چه کسان روی چه اهداف دامن زده میشه همچنان ادامه دارد و در این برنامه قسمی که خدمتتان معرفی کردم جناب دکتر احسان الله مبارز با ما هستند و در رابطه به خاطرات جاسوس انگلیسی معروف به نام همفر در این برنامه صحبت خواهیم کرد. خب جناب دکتر در خدمت شما هستیم و نمیفهم که اگر میشه در رابطه باز هم در رابطه به خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب که این شخصیت در چه قرن میزیست و برای و چه اهداف را میخواست پیاده بکنه اگر اندک روشنی بیاندازید جناب دکتر باز هم ممنون و متشکر خواهیم شد. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، شيخ الإسلام وإمام توحيد امام محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان تمیمی نجدی متولد سال 1115 هجری معادل با 1703 میلادی. این هم پیشتان یادداشت بوده باشه تاریخ میلادی که اینجا یادآور میشویم چون در بعدها با دوباره اگر باز هم تکرار کنین جناب دکتر. متولد سال 1115 هجری قمری. بله هجری قمری، یعنی در آغاز قرن 12 هجری قمری. بله. معادل 1703 میلادی. 703 میلادی. 703 میلادی. بله. و وفاتشان در سال 1206 هجری. 1206 ابتدای قرن. بله. معادل به 1792 میلادی. 792. خب این یادداشت کردم. یادداشت بوده باشه چون در بعدها در خلال برنامه بله به درد خواهد خود در خلال برنامه و برای بینندگان عزیز که بخواهم از عقل هم چیز استفاده کنن باز برای دروغ بافا هم مفید هست که تعدیلات در دروغ هایشان بیارن تا با واقعیت ها کمی برابری داشته باشد یا یعنی اگر دروغ هم میگن دروغ شاخدار نگوین. بله سنجیده بگوین تا اینکه زودتر رسوا نشوند. 1115 تولدشان هست. بله. و 1206 هجری قمری وفاتشان و در میلادی میشه و 1703 میلادی تولدشان و 1792 میلادی
وفاتشان. بله. در پدری از اونها و همچنان جدشان سلیمان از جمله فقهای معروف و مشهور آن زمان حنابله در نجد بودند. حنابله تابع مذهب امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی و یکی از 4 مذهب مشهور اهل مشهور سنت بودن و خود امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در موارد متعدد یادآور می شود که بر اساس شد برای انتساب خودشان به مذهب امام محمد ابن حنبل رحمه الله تعالی است و احترام کامل به مذاهب داره. منتها یعنی منهج و شیوهشان بود که احیانا چون امام محمد ابن حنبل رحمه الله به مانند دیگر ائمه و دیگر علمای اسلام بشر بودن و بشر همیشه تمامی برداشت‌هایش 100% دقیق نمی باشه. قابلیت اشتباه داره اگر در موارد بله در مواردی که اگر رأی از اونها مرجوح بودنی و برای معلوم شود از دلیل راجح پیروی خواهد کرد. این شیوه از اونها شیوه شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، امام بخاری و غیره عمومی علمای اسلام از اول تا به آخر بوده و ائمه اربعه توصیه کلیشان همیشه به همین بوده. این درس ابتدایی خود را پیش پدرشان عبدالوهاب آموختند و سپس علمای آن منطقهشان که در منطقه حرم علای نجد بود سپس به مدینه منوره به حساب سفر بیرونی به سفر طلب علم آمدن و در مدینه منوره با بخشی از علمایی که از مختلف جهان اسلام آمده بودند با اونها تماس پیدا کردن. از جمله شیخ محمد حیات سندی در اینجا نامی از او روشن هست، نمایان هست و همچنان یک شیخ دیگری از علمای نجد که اینجا بودند. به هر حال بعد از اینجا برگشتن به نجد و دوباره برای طلب علم به سوی سرزمین شام که سوریه فعلی هست و عراق رفتن که در بصره بودن و اونجا در منطقه زبیریه که منطقه معروف حنابله هست اونجا هم در نزد علما اونجا هم کسب علم کردن و از اونجا برگشته آمدن بار دیگر به نجد آمده و در منطقه که پدرشان بود در روستای پدریشان در زادگاهشان به نام حرم الله در اونجا که به عنوان قاضی اون منطقه بود اونجا جابجا شدن و آهسته آهسته سر دعوت توحید و سنت را در جریانی که مزار پرستی و حاجت خواهی از قبرها و سجده بر سنگ و چوب و اولاد خواستن و مراد خواستن از درختها و از سنگها و چیزهای زیاده که در مناطق مختلفی که تا به حال دعوت توحید به اونجا کمتر رسیده رواج داره. در اونجا هم رواج داشت. درختی بود که از اون اولاد میخواستن، درختی بود که از اون به نام اینا در جای تولد شوهر میخواستن. مردم یک زنهای به شوهر پیشی او رفته از اون شوهر طلب میکردن، ذبح به نام غیر الله تبارک و تعالی و دیگر چیزهای زیاده. این در منطقه بودن، در منطقه زاده شدن که مملو از خرافات و خزعبلات و قبر پرستی و بارگاه پرستی و حاجت خواستن از غیر الله بود و این انگیزه بود برای شیخ محمد ابن عبدالوهاب تا در راستای زدودن خرافات و از بین بردن شرکیات قیام بکنن و مردم را به سوی توحید خالص، توحیدی که قرآن و سنت به او دستور میده، راهنمایی کنن. بله. پس از وفات پدرشان در اونجا
روی آوردن به طرف عیینه آمدن. در عیینه همراه با معمر ابن عثمان ابن حمد بن معمر امیر عیینه مدت هم پیمان بودند تا به اینکه از سوی بنی خالد و بنی خالد که بخشی از امارات تحت تصرفشان بود با قسم از احسا بالای امیر عیینه فشار آمد که باید ایران گویا جلوی دعوتش بگیرن، جلوی دعوت او را بگیره، بلکه ایرا از بین ببره و او به حدی از بین بردن و نابود ساختن اقدام نکرد، چون پایه های توحید در دل او ریشه کرده بود، اما مقاومت کردن نتوانست در برابر اونها و جواب گفت که فعل دیگه بعد از این من خود نگاه کردن نمیتوانم، یعنی با تو همکاری کردن نمیتوانم. بله، هر جایی که میتوانی پناهنده شو یا پناه ببر. از اونجا برآمد به درعیه، اونجا قریه که دیگری بود که چون سرزمین نجد در اون زمان هر قریه از خود یک یعنی متشکل از روستاهای مختلف و روستاهای مختلف بود و هر قریه از خود یک امیری داشت، ملوک طوائف بود. یعنی شکل نه که یک شخص بالای یک منطقه بزرگ حاکم بوده باشه، بلکه هر یک قریه دو قریه از خود امارات های میشه بگیم کوچک بود، امارات های کوچک و با ماننده که در زمان جهاد در افغانستان و فعلا هم در جاهای دیگری هر کس در هر جای حکمرانی میکنه، قماندانی هست و هر قریه از خود یک قماندان داره و خان و پاچای اونجا هست. بله، خب به همین شکل بود سال 1157 اینجا در درعیه جابجایی شد و اول برادر محمد ابن سعود که امیری درعیه بود و همسر او و بعضی اقارب دیگرش به دعوت توحید را لبیک گفتن و بالاخره محمد ابن سعود خودش هم پذیرفت و با در تفاهم با هم اینها دعوت توحید را آغاز کردن و پیمان بستن که اگر هر نوع تعدی و هر نوع هجومی که بالای دعوت شیخ میشه و باید محمد ابن سعود دفاع بکنه از جناب دکتر. هدف وقتی ما دعوت توحید میگیم، چون میگن شما توحید میگین، آیا مردم منطقه یعنی خدا نخواسته غیر مسلمان بودن، مشرکینی بودن، کسای دیگری بودن که در اونجا دامن دعوت توحید گسترش بده، یعنی هدف از دعوت توحیدی است که در یک منطقه مثلا شرک و شرکیات و خرافات و دوری از دین حکم فرما بوده و یک شخص در اونجا ظهور میکنه، یک دعوتگر قد علم میکنه و برای از بین بردن و زدودن اندیشه های دور از اسلام کار میکنه. در مجموع وقتی که ما جریان اون منطقه را که بیان کردیم، دعوت توحید بعد از ذکر او روشن است، به همه نمایان هست و هیچ نوع چون اکثر نداره. چون وقتی دعوت توحید میگی، طرف میگه من مسلمان هستم. امروز مثلا اگر به طور مثال ببینیم در اکثر کشورها، مثلا در ایران امروزی، قبر پرستی و بارگاه پرستی و شخصیت پرستی و آخوند پرستی و مرجع پرستی به اوجش رسیده، تا جایی که امروز مثلا در ایران بزرگترین قبرستان با هزینه قبر بگم، مرقد بگم، مزار بگم، مانند مزار خمینی که نظیر نداره، در سطح جهان نظیر نداره و میلیون ها دلار مصرف شده، در اونجا به اوج خود رسیده. اما با وجود از این وقت طرف بگی که به سوی دعوت توحید، به سوی توحید رجوع کنم، میگه من موحد هستم. بله، موضوعی که وقتی که ما قبلا یادآور شدیم، دعوت توحید وقتی که مردم بودن بله از قبرها حاجت میخواستن، مثل که امروز عین چیز در برخی از کشورها جریان داره. روزی خدا از اون طلب میکرد، از مخلوقات روزی خدا طلب میکرد، بلکه نه تنها از قبرها، بلکه از سنگ چوب
از سنگ چوبی که به عنوان مزار بود، درخت هایی که به عنوان مزارات بود و در بسیاری جاها هست. خب امروز هم رواج داره، ما قسم گفتیم از درخت حاجت میخوان در بعض مناطق، حتی در بعض مناطق از جای نشستی یعنی مقعد امام رهبر انقلاب هم حاجت خواهی دارن و خود موحد میگیرن، از اونجا هم تبرک میگیرن. و هر حال جاهای مختلفه وجود داره، یعنی به این انداز مردم رفته. حتی در بعضی مناطق پاکستان و هند هست که به نام مزار گده بابا هست. یعنی گده به زبان اردو و هندی نه مزار هست در مسیر از راولپندی اسلام آباد تیر شده به طرف مری پاکستان وقتی که انتقال میکنه، در وسط راه مزار بود به نام مزار گده بابا، پیری که از او حاجت میخواستن و همین بارگاهی داشت به ماننده همین بارگاه های جناب خمینی و اینها، و از او حاجت میخواستن. گده بابا خر بابا، یعنی کسی خری در راه سفر میرفته، خری داشته، اون زمان ماشین و این چیزها نبوده، خری از او وفات میکنه، اونجا بالای از او خسته میشه و چیز چند سنگ و خاک میاندازه، نشسته گریان میکنه تا یک دیگر میگه که بزرگوار وفات کرده، بالاخره نامش هم میباشه. خب بزرگوار چی از خر؟ بس مردم مثل که امام فلان و امام فلان، ما میترسیم که روزی شود که امام خرم یعنی چیز شود، کسی به نام امامزاده خر، لا حول ولا قوة الا بالله، هر چیز توقع چیزها هست منتها. خب یعنی زبان میریم بحث ادامه میتیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب گفتیم که آغاز دعوتشان شروع کرد در همراه در حرم الله و سپس در درعیه. آغاز دعوتشان بود در سال 1143 و میلادی میشه 1730 میلادی. 1730 بله. هدف از ذکر تاریخ بله، این تاریخ هم مسائل باشه که بعدا مطرح میشه در خلال برنامه. بله انشاءالله. و تماسشان با محمد ابن سعود که جد بزرگ خاندان حاکم فعلی بر سرزمین حرمین هست و سعودی هم نسبت به اون می باشه. تماسشان با او در سال 1157 صورت گرفت، یعنی 14 سال بعد از اظهار دعوت. 14 سال قبل از اینکه با محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود تماس پیدا کنه، در مسیر دعوت از حرم الله کشیده شد، آمد به عیینه. در عیینه مدتی در اینجا بود و تطبیق حدود الهی را آغاز کردن و بعد از او چیزهای دیگری بود تا اینکه دیگران بنی خالد و غیره که در اونجا بود باعث شدن و امیر عیینه از همکاری میگن دست کشید. بله، از همکاری دست کشید و اینها را با کسی به درعیه فرستاد. به هر حال در درعیه اینجا جابجا شد و این تبعیت به و وابستگی به اون ها نداشتن، چون امیر نشینی مستقلی بود، چند قریه زیر دستی از او بود. و قریه درعیه هم فعلا معروف است که از توابع ریاض هست. در ریاض دیگر چیزی بود، در قسیم دیگر امیر نشین بود، در بلکه هر قسمتی از یعنی بگیریم که فعلا درعیه یک گوشه، این برای بیان است که در بعد این هم مفید خواهد بود در جریان، چون در درعیه یک امیر بود، در عیینه یک امیر بود، دیگر ریاض دیگر امیر بود که امارت نشینی بزرگ بود، قسیم دیگری بود. یعنی امارت های خرد و بزرگ بود. بله. برخش خیلی خرد بود به اندازه که خیلی کوچک بود، به اندازه که یعنی چند روستای بیش نبود. بله. خب پس تمام اینجاها هیچ یکی از اینها تابع هیچ حکومتی بزرگی هم نبود. یعنی در اون زمان اینها تابع خلافت عثمانی هم
نبودن، بلکه در بعدها یک مدت تابع نمایندگی مصر حکومتی خلاف عثمانی شدن. اما در اون زمان هر یک قریه امارت نشین مستقل بود و نجد سرزمین خشک و بی آب و گیاه و چیزها دیگر مورد توجه حکومت ها قرار نداشت. در سرزمین حجاز حرمین، سرزمین حجاز تابعیت مباشر با خلافت عثمانی داشت و همچنان قسمت های از یمن. اما نجد نبود. هر منطقه یک امیر نشین بود. هر چند قریه از خود یک امیری داشت و یک حکومتی مستقلی داشت. شاه مستقل و تابع هیچ نظامی نبود. لذا در اونجا نشأت کرد و در این مدت طولانی خب گفتین دعوتش آغاز کرد در سال 1730 میلادی. بله. 730 میلادی. بله. سپس 14 سال بعد از او با محمد بن سعود در سال 1157 هجری قمری البته، یعنی 1743 44 می شود، 43 تقریبا می شود که بله با او تماس پیدا کرد و تا به وقتی وفاتشان با هم پیمان بودن که محمد بن سعود وفات کرد. پسری او عبدالعزیز به قدرت آمد و در جریان 1206 میلادی هجری که به میلادی میشه 1792 میلادی در زمان حکومت عبدالعزیز وفات کرد. خب میریم به سراغ در زمان حکومت پسر عبدالعزیز، سعود ابن عبدالعزیز. پس که میای باز اولین پادشاه بعد از محمد بود. نه بعد از هدفتان محمد بن سعود بود. بله اون زمان دوره اول بعد است. محمد بن سعود پسری او بود عبدالعزیز. 1170 چند محمد بن سعود وفات کرد. بعد از او عبدالعزیز پسرش حکمرانی کرد. بعد از او وفات کرد و سعود پسرش حکمرانی کرد. یعنی میشه سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود بگیم. محمد ابن سعود. منتها خاندان آل سعود به این سعود منسوب نیست، بلکه به سعود دومی، بله، که پدر محمد ابن سعود بود به اون منسوب هست. این بود مختصری از شیخ محمد ابن عبدالوهاب و کتاب‌هایی که داره، در جمله کتاب‌های مختلفی داره. خب اگر اجازه بدین جناب دکتر، ما بخشی از کتاب‌های کسایی که میخوان در رابطه با شیخ محمد ابن عبدالوهاب بدون مراجعه و بدون ای که حرف این و آن را بشنون، برن کسایی که واقعا از با عقل و با خرد باورمند هستند و میخوان که از عقلشون کار بگیرن و زیر تاثیر این و آن نروند، بر بگردن به کتاب های شیخ محمد ابن عبدالوهاب از خلال کتاب های این بزرگوار، از خلال نوشته ها و از خلال مؤلفاتش با این شخصیت آشنا شوند و طوری که بارها هم عرض شد، این امام بزرگوار مذهب جدید، مذهب تازه ایجاد نکرد و خود را در بحث مسائل فقهی پایبند مذهب امام احمد ابن حنبل میدانست. اگر دوستای گرامی لابتوپ ما را نشان بدن تا برخی از نوشته های شیخ محمد ابن عبدالوهاب نشان بدم. اولین کتابشان اینجا کتاب دلایل توحید، 50 سوال و جواب در یگانه پرستی است، نویسنده محمد ابن عبدالوهاب. کتاب دوم، البته کتاب مشهور ایشان، کتاب توحید است که دوستان میتونن از کتابخانه عقیده این کتاب ها را دانلود کنن. کتاب بعدی کشف و پاسخ شبهات در مورد حقیقت یکتاپرستی است،
کتاب خیلی کتاب جالب هست و مهم هست برای خوانندگان که شبهاتی که طرح می شود بله به الفاظ ساده و به عبارات فشرده برای از آنها جواب گفته است در باب توحید و یکتاپرستی و نقد دیدگاه هایی که به قبر پرستی و اونها قبر پرستی و ولی پرستی و بنده پرستی مردم دعوت میکنن. بله. و اونها جواب یعنی با فشرده و بله. عمده داده در کتاب. تشکر جناب دکتر که توضیح دادین. کتاب بعدی هم کتابی است زیر نام سخن کوتاه در مورد روافض یعنی شیعیان صفوی که نویسندش شیخ محمد ابن عبدالوهاب هستند و کتاب بعدی مختصر زادالمعاد است و همچنین در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. زادالمعاد در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و سیرت مشتمل با احکام و شامل مجموعی زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چی زندگی عبادیشان و چی زندگی سیاسیشان و چی زندگی غزوات و غیر ایشان همه را شامل هست. یعنی یکی از بهترین کتاب‌های سیرت کتاب زادالمعاد شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله تعالی هست که شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و این در یک مجلد مختصر کرده میگن کتاب او را اختصار کرده خلاصه. خب کتاب بعدی عقیده اسلامی است که باز هم مربوط شیخ محمد ابن عبدالوهاب میشه. بله این مرکب از 3 کتاب هست از کتاب های شیخ که کتاب اصول ثلاثه 3 اصل بزرگ در اسلام که پاسخ به 3 سوال قبر در این داده شده که پروردگار تو کی هست، شناخت پروردگار، شناخت پیامبر و شناخت کتاب شناخت دینی میبین اسلام. این 3 سوالی که در قبر پرسیده میشه من ربک، من نبیک، ما دینک، راجع به پاسخ این 3 سوال در یک کتاب از اینها بحث کرده و کتاب دومشان هم قواعد 4 گانه هست و سوم هم پس همون کتاب کشف شبهات است که قبلا به نمایش گذاشتیم. تشکر جناب دکتر. خوب دوستان عزیز و گرامی و بیننده هایی که مایل هستند این کتاب ها را دریافت کنند میتونن با ایمیل زدن انشالله و با فرستادن پیام این کتاب ها را، کتاب هایی که نمایش دادیم لحظات پیش اینها را دریافت بکنن و بهتر است که دنبال این فیلم و آن فیلم و این مستند و آن مستنده که از این طرف و آن طرف ساخته میشه نگردند و بیاین اگر میخواهند. واقعا ما امروز اگر میخواهیم در رابطه با آخوندها، در رابطه با مراجع تشیع معلومات حاصل کنیم، آشنایی حاصل کنیم، میریم سراغ کتاب هایشان و بارها شده که از طریق برنامه های مختلف عقاید آخوندها را از طریق کتاب هایشان ما بررسی کردیم، نه اینکه آمده باشیم از اینجا و آنجا حرفهای را جمع آوری کرده باشیم و بر ایشان برچسب داده باشیم. نه خیر، همه وقتی ما عقیده مراجع عقیده آخوندهای شیعه را بررسی میکنیم از خلال کتاب هایشان، چه بهتر است که طرف هایی که مایل هستند که با این شخصیت با محمد ابن عبدالوهاب آشنایی حاصل کنند بیاین یک بار سری بزنن به کتاب های ای بزرگوار که شیخ محمد ابن عبدالوهاب و از خلال کتاب هایش به شخصیت ایشان پی ببرند. خب اگر اجازه باشه جناب دکتر، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع. با ما باشید. بیادت شمع هجران می فروزم که چون پروانه از یادت بسوزم، چون آمد می شود جاری به لبها ز عشقت جان بگیرد تا
نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم تو بهر مؤمنان معراج دامی در این ظلمت سرانور تمامی تو آوردی برای ما سعادت بدادی ارمغان دین به امت توی روح و روان ما توی آرام جان ما تو دادی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم بیاد شمع هجران میفروزم که چون پروانه از یادت بسوزم چون آمد میشود جاری به لبها ز عشقت جان بگیرد تا بودها توی روح و روان ما توی آرام جان ما تو دادی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم جهانی شد ز اقدامت طرب خیز بشد عالم ز انوار تو لبریز دهد یادت صفایی سینه ها را تراوت ای ربیع سبز دلها توی روح و روان ما توی آرام جان ما تو دادی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم تو قومی پست را دادی هویت نمودی قوم خود را خیر امت سپاس از تو که عطر یاس دادی به جان امتت احساس دادی توی روح و روان ما توی آرام جان ما تو دادی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم بیادت شمع هجران میفروزم که چون پروانه از یادت بسوزم چون آمد میشود جاری به لبها ز عشقت جان بگیرد تا مدتها توی روح و روان ما توی آرام جان ما تو دادی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم ببر باد صبا عرض ارادت ز ما صدها به سوی شاه امت سلام حق تو را ای شاه عالم همیشه هر زمان ای ماه عالم توی روح و روان ما توی آرام جان ما تو دادی نور ایمانم نبی جانم
سلام حق تو را ای شاه عالم همیشه هر زمان ای ماه عالم توی روح و روان ما توی آرام جان ما خدا دی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم توی روح و روان ما توی آرام جان ما خدا دی نور ایمانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم رسول الله الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره با ادامه برنامه بازسازی اندیشه که البته سومین قسمت در رابطه با شناخت وهابیت است، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و در این برنامه چنانچه قبل از میان برنامه هم خدمتتان عرض شد، جناب دکتر احسان الله مبارز با ما هستند و قبل از میان برنامه در رابطه با زندگی نامه شیخ محمد ابن عبدالوهاب توضیحات دادند و البته برخی از تاریخ ها را رویش ترکیز کردند و من هم مجبور شدم که یادداشت کنم، چون گفتن بعدها در خلال برنامه نیاز است به این ذکر تواریخ. خب جناب دکتر، شخص به نام نمیفهم که حتی این شخص وجود حقیقی داره یا نداره، به نام مستر همفر و کتاب های هم نوشته شده و این کتاب بارها به زبان فارسی هم ترجمه شده به نام خاطرات مستر همفر است. نمیفهم که فکر کنم البته بی رابطه نیست بین او و که در رابطه با شیخ محمد ابن عبدالوهاب صحبت هایی داره. میخوایم بدانیم که این شخص کی بود و آیا این وجود حقیقی داشت یا نه که یک افسانه است، چیز خیالی است یا یک سیناریویی است که نوشته شده. اگر در این رابطه توضیحات ارائه بکنید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در مجموع چیز نوشتاری به نام خاطرات همفر یا یادداشته های جاسوسی انگلیسی در کشورهای اسلامی یا همچنین مزدوران انگلیس در ممالک اسلامی در ممالک اسلامی یا که در جامعه دینی و غیره به مختلف نامها به چاپ رسیده و همه نامها مسمیات اسمای یک مسمى هست و همین یادداشت بافته شده که در جامعه قم بافته شد
به چی دلیل جناب دکتر؟ در جامعه قم در سال 1973 میلادی بافته شد و سپس در جهان در دیگر جاها به نشر رسید. اولا نکته اول این هست که هیچ کسی، چی شیعه، چی سنی، چی مسلمان، چی غیر مسلمان، در هیچ یکی از یادداشت‌های وزارت بعد از مراجعات متعدد کسایی که در پیگیری قضیه تلاش کردن، اونها نتیجه شخصی به این نام در یادداشت‌های بریتانیا خب امکان داره نمیشه تغییر داده باشه؟ نه، حتی کسایی با یادداشت‌های اساسی و چی میگوین، یادداشت‌های اساسی که در سفارت‌ها و مراکز فرهنگی وزارت خارجه انگلستان و همچنین در آرشیف‌هایشان قرار داره، به اونها مراجعه کردن. کسی به این نام یافت نشده و هر کس که پیدا کرد یادداشت از مربوط به، چون تاریخ اون زمان هست، سپری شده از جمله محفوظات نیست که به کسی قابل دسترسی نبوده باشه. چون امروز بسیار اسناد محرمانه تر کشف شد و افشا شد. سر جنگ 10 سال پیش عراق، 12 سال پیش تونی بلیر آمد بسیار راحت معذرت خواست. و این هم یعنی بسیار جالب است که اینقدر جنایت کنی، یعنی واقعا وقت چند فرد در قضیه لوکربی کشته میشه، به بالاتر از تقریبا فکر کنم 2 میلیارد یا اینقدر عوض پرداخته میشه در مقابل از او، اما تقریبا 1 میلیون کشته و شهید و زخمی و تخریب خانه ها و سپردن کشور به دست جلادهای، البته هدف عراق است. فقط اروپایی با یک معذرت خواستن خلاص قضیه را تمام میکنن، چون به ولایت فقیه تسلیم کردن خدمت خدا به جوجه ایشان که از پاریس فرستاده بودن 30 و چند سال پیش، به او تقدیم کردن و باقی کار را با او سپردن. فعلا دیگر مشکلی در افشای سیر نمیبینن، چون دستی او تا به یعنی در دست فرد امینی است گویا. بله، دستی او تا به آرنج نه بلکه تا به شانه در جنایت غرق هست و این جنایت را به عهده گرفته. تا به اونجا او را از بالا هواپیماهای از او و از زمین نظامی های از او و افسرانی از او را همراهی میکنن و در عین حال هم امیر عملیاتیش امریکایی و انگلیس هست و هم در کنار از او مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس و شیطان کبیرش هم ادامه داره. یعنی شیطان بی حیا. تعجب میکنه که مرگ بر امریکا و با امریکا ائتلاف کردن، با کمونیست ها ائتلاف کردن برای از بین بردن مسلمان ها در سوریه، در عراق. امیر عملیاتی که در عراق عملیاتی از آنها را پیش میبره افسران امریکایی هست، در کنار قاسم سلیمانی سپاه پاسداران و دیگرها. فکر کنم سیستانی و مکارم شیرازی و امثال هم اینا شاید فتوا داده باشن که چون اینا فتوای جهاد نمیتن، اما در زیر لوا و پرچم بادارانشان اگر مبارزه میکنن اشکال نداره، شاید این اشکال نداشته باشه. جهاد در آیین از اونها تا به آمد امام مهدی نارواست، چنانه که سیستانی فتوا داده بود در آمدن آمریکا که علیه آمریکایی‌ها جهاد نیست، مقاومت نکنین، البته با گرفتن یک مقدار پوله. بله خب، اما در حرکت بر علیه مسلمانان جزئی از 8 اصول دینی شیعه هست که به نام ولا و برایی که تولا و تبرایی که یاد دارن، به نام تبرا یکی از اصول 8 گانه دینشان هست که به معنای دشمنی در برابر مسلمان ها و راه اندازی فعالیت های تخریب گرایانه در کشورهای اسلامی و در مقابل حکومت های اسلامی و ایران. حتی اون پاپی که در افغانستان هست، محسنی هم در کتاب‌های خودش نه یک جا بلکه در چندین کتاب خود
ایره گنجانیده که تلاش ما هست که جوانای جامعه های سنی بر ضد حکومت های سنی واقعا این روز می‌بینیم که حرکت در هر جایی بیفتن، که بر ضد قیام بکنن، بر ضد و این حکومت ها و این نظام ها از بین بره تا اینکه رهبریت به دستی کی بیفته، ولایت فقیه بیفته. در هر جایی که اشغالگرها هست در رأس از اینا، در کنار از اینا همیشه آخوندهایی هست. حتی در افغانستان هم امروز می‌بینیم که آخوندها هستن که در کنار آمریکایی ها با اونا ائتلاف کردن. خب به هر حال این نکته بیرونی بود. می‌بینیم چون همین شخصیت هر مرجع شیعه هست، افراد هست، هر چی هست، از این شخصیت یک مستنده از هدفتان همفر، بله، به نام همفر، نامی رمزی جاسوسی انگلیسی در یکی از کشورهای اسلامی بوده و جایزه خود بگیره به هر دلخواه خود. این یک نکته است. تمامشان بلا استثنا و جوجه هایشان هر کس که هست. دوم، این چیزی که نشر شده گفته شده که حتما همفر که جاسوس انگلیسی بوده به انگلیسی می نوشته یا نه؟ بله. همین اصل انگلیسی کجا هست؟ کاپی از او کجا هست؟ و هیچ چیزی مشکلی نیست انگلیسی ساختنش، میسازن انگلیسی می نویسن. اصل یادداشت داره، مرجع داره. اصل یادداشتش هم میتونن بسازن. نه، مرجع داره که از کجا به دست آمده تثبیت میکنن. اما یادداشت هایی که ما آنها حفظ کردن در هیچ یکی از اونها به هیچ اصلی انگلیسی اشاره ندارن، بلکه شما اگر نسخه که پیشتان بوده باشه صفحه آغازش باز کنید. دو نسخه اینجا بله هست، دو نسخه از همفر. خب کدامش باز کنم؟ نسخه ناشرش که مؤسسه اسلامی ترجمه است او را باز بکنم. او را باز کن. خب نه دیگرش باز کن که ترجمهش محمد مهدی کی هست. خب مشکل نداره، باز کردم. کی هست؟ هدفتان دکتر محسن مؤیدی. دکتر محسن مؤیدی چی هست؟ مترجمش هست. بله. خب باز چی نوشته؟ در آغازش پیشگفتار است. پایان پیشگفتار، پایان صفحه. بله. به نمایش بگذاریم. به امید دل بستن آخرین سطر میگیم. خب دوستان گرامی، اگر ترجمه فارسی این کتاب، ترجمه فارسی این کتاب که همکنون در دست شماست از روی نسخه عربی انجام گرفته است. خب پیش از او که هست پس از جنگ جهانی دوم، پس از جنگ جهانی دوم یک مجله فرانسوی ترجمه فرانسه این خاطرات را منتشر ترجمه فرانسوی این خاطرات را بله، هدف فرانسوی ترجمه فرانسوی این خاطرات را منتشر نمود. همین مجله فرانسوی که ترجمه فرانسوی را منتشر نموده، همین را حاضر بکنن، همین را با مستند حاضر بکنن، هم حتما در آرشیف های حکومت فرانسه بوده باشه و اگر نبوده باشم ساختنشم فکر کنم جعلش هم مشکل نداره. جعل جدید مشکل نداره، اما جعل مجله که سلسله وار باید بوده باشه این کار آسان نیست و تایید مرجعیت میخواد. از حکومت فرانسه چنین در بخش نشریات حکومت فرانسه چنین چیزی گذشته یا نگذاشته. حتی صورت از کاپی همین اصل فرانسی هم نگذاشتن. اصل انگلیسی که گم هست اصل فرانسی هم. سپس دانشجوی لبنانی بله، سپس دانشجوی لبنانی خاطرات همفر را از فرانسه هدفش است و زبان عربی بازگردانید و در بیروت منتشر کرد. بله، ترجمه فارسی این کتاب. ترجمه فارسی این کتاب که همکنون در دست شماست از روی نسخه عربی انجام گرفته است. بله. مترجم این اثر دکتر محسن مؤیدی است. بله، بعدش خود ترجمه فارسی از روی چی است؟ از روی نسخه عربی. نسخه عربی. و ترجمه نسخه عربی در سال چند است؟ نمیفهمم. نسخه دیگر را به نمایش بگذاریم. نسخه حتی اخیری همین هم شاید که بوده باشه. خب نسخه دیگر مشکل نیست. نسخه دیگر خب صفحه چند جناب دکتر؟
صفحه آخر بروین طرف قبل از صفحاتش اینجا صفحه 7 صفحه 8 اینجاست در صفحه بندی شده. کدام صفحه؟ صفحه اخیر بروین، یعنی صفحه آخر کتاب. خب آخر کتاب صفحه 39 پیش از که آخر کتاب شروع میشه و قبل از معرفی صفحه 37 است. خب چه عنوان داره جناب دکتر که ما عنوان به نمایش صفحه 35 صفحه 35 صفحه 35 درست است. پیش از پینوشته ها. بله صفحه 35 صفحه 35 ما به نمایش گذاشتیم. بله. خب احساس سستی میکردم از اینجا بله. شروع میشه؟ نه همینجا اخیر سطر اخیر پیش از پینوشته ها میگه ترجمه از فرانسه به عربی. دوستای گرامی اگر اینو نشان بدن 1973 2 ژانویه 1973 چی شده؟ ترجمه شد. بله ترجمه از فرانسوی به عربی 2 ژانویه است سال 1973. یعنی تقریبا 43 سال پیش زمان ظهور همین مذکرات است. که 43 سال پیش. بله 40 سال پیش که احباش لبنان و یا دکتر محمد مهدی مؤیدی آیت الله محمد مهدی شیرازی را افترا کردن در این تاریخ و سپس از اون افترایی که به عربی افترا کردن به فارسی ترجمه کردن. دیگر ایشان ترجمه کردن یا که خودی از اونها کی آیت الله محمد مهدی شیرازی تقریبا غالبا گمان غالب همونست که افترایی همون شخص بوده باشه در مهدی. خب همین 14 سال پیش بله 15 سال پیش در 1422 از این دنیا به نزد خمینی رفتن و به درک وصل شدن. بله. خب پس اینجا تاریخ ظهور این نسخه بدون اینکه نسخه این فرانسیش هم معلوم باشه که کجا هست. 1973 هست و محمد ابن عبدالوهاب تاریخ وفاتشان چند است؟ تاریخ وفاتشان گفتیم سال 1792 یعنی بگید 1892 1973 یعنی تقریبا دو قرن بعد از محمد ابن عبدالوهاب و بعد از اون جریان ها مذکره ظاهر می شود. یک یادداشت به نام بدون اینکه اصلی داشته باشه و حتی بدون اینکه اصلی فرانسوی از او را هم چیز کرده باشن. حتی در نسخه عربی هم نمیگه که از اصل فرانسوی ما چیز کردیم. خب به هر حال اینجا هست این به چی معنا هست؟ در این 200 سال یعنی باید اینها از روی اصلی که 200 سال بعد حفظ شده 180 همون اصل کجا هست باید اون اصل بوده باشه. به هر حال از این میرویم به این که هیچ اصلی نداره. بنابراین خب تواریخ میرویم به نکته اساسی که در اینجا هست از آغاز کتاب. همین نسخه؟ عین نسخه؟ همین نسخه. صفحه چند؟ صفحه چیز بروین صفحه 6. صفحه 6 بله. گفتم که دروغ قسمی که در تاریخ های اگر نمایش بتن میخواین نمایش بتین؟ بله همینجا یک نقطه را نشان میدم بعد از مقدمه. بله. چی میگویه؟ بعد از مشخصات کتاب هدفتان است یا مقدمه؟ نه مقدمه. از دیرباز دولت بریتانیای کبیر پیرامون نگهداری امپراتوری پهناور و بزرگ خود می اندیشید. بله. همان گونه که امروز هست. یعنی خورشید در دریای مشرق زمین تحت سلطه این حکومت طلوع می کند و در دریای مغرب زمین تحت سیطره آن غروب می نماید. این رو کی نوشته؟ خب این مقدمه است. باید مقدمه از همفر است گویا. بله. بر اساس این گزارش مقدمه از کی است؟ باید از همفر باشه. از اینجا شروع میشه و
چیزهای بعد. چرا مقدمه چون میگه ناشر اما نگفته؟ سیاست ما در آن کشورها سیاست پیروز و فعال و حکومت آنها واضح است. سطر بعد ببینید. بله بله بله. ولی کشور ما در مقایسه با مستعمرات بسیاری ما که هم بله. اکنون بر آن در هند چین بخوانیم. بله، ولی کشور ما در مقایسه با مستعمرات بسیار ما که همکنون بر آن در هند، چین و خاورمیانه و غیر از آنها سیطره داریم کوچک بود. اینجا محلی وقفه ما هست و تاریخ هایی که یادداشت داده بودیم، اون تاریخ ها باید که عزیزانی که یادداشت گرفته باشن بازخوانی کنن با اونها. اینجا میگه که بریتانیا کبیر میگه در جریانی است که امپراتوری بزرگ پهناوری بریتانیا هست. بله. و از و به فکر بزرگ شدن و توسعه دادن از مشرق تا به مغرب، یعنی آفتاب در او غروب نمیکند. در اینجا شروع چیز طلوع میکنه و غروب هم در عموم میکنه. در دایره مغرب زمین تحت سیطره آن غروب میکنه. یعنی به این معنا که از شرق تا غرب زیر سیطره از این است. چین هم، هند هم زیر سیطره از اونهاست. چی است؟ کجا؟ هند. هند یک. چین. بله. خاورمیانه. بله. درست. ولی برمیگردیم به یادداشت های تاریخ و عزیزانی که با تاریخ چیز داشته باشن باره حتی در گوگل و در دیگه سرچی بزنن و تاریخچه مستعمرات و بریتانیا و حکمرانی بریتانیای بزرگ بخوانن. بگه که چند صد سال دروغ گفته. گفته بودیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب آغاز دعوتش سال چند بود؟ آغاز دعوتش سال 1730 و آغاز تماسش با 743 محمد ابن عبدالوهاب 1743 یا میلادی ما میگیریم، یا 44 یا 43 در حدود. بله. خب بین اینها 1000 چند است؟ 700. بله. تسلط بریتانیا بالای هند به عنوان، یعنی در او زمان شرکت تجارتی بریتانیا در هند رفته بود اما استعماره نبود. چون حتی صدق حسن خان در صدد استعمارگری بود. بله. حتی نو چیز شده بود. آخرین شاه مغولی هنوز، شاههای مغولی، بلکه بعد از او چندین شاه مغولی که بر دهلی و دیگر جاها حکومت داشتن هنوز حاکم بودند. بلکه 1320 چند هجری علامه صدق حسن خان قنوجی وفات میکنه. امارت قنوج که اینجا در مدینه منوره چیزهایشان هست، اوقافشان هست، طرف قربان نازل و دیگر جاهای، و اولین کسی است که فتح الباری شرح صحیح بخاری را به چاپ رساند، در علمای اسلام نشر کرد. کتاب‌های دیگری زیادی را، تفسیرشان معروف هست، فتح البیان او را هم چاپ کرده به نشر رسان. 1320 چند وفاتشان هست. 1000 چند؟ 320 چند هجری. یعنی 120 چند سال بعد از وفات 1300 چند گفته؟ 20 چنده. 20 چند. بله. خب اگر 20 چند باشه 100 سال. بله. خب 100 سال. تقریبا 100 سال. خب به هر حال اولین استعمار یعنی رسمی انگلیس بر هند یا که تسلط انگلیس به عنوان حاکم بر هند تاریخش هست 1819 میلادی. 1819 میلادی. بله. یک. اینجا چی میگویم؟ ما در بالای هند چی داریم؟ اکنون بر هند تسلط داره. از تاریخی که این بیان میکنه و محمد ابن عبدالوهاب یعنی وفات کرده باشه بگیریم. وفات محمد ابن عبدالوهاب چند است؟ 1792. 1792 1792 وفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب است و گفتین در سال 1819 بریتانیا بر هند تسلط پیدا کرد. یعنی چقدر سال بعد؟ خب چقدر سال بعد؟ اینجا 8 سال و اینجا هم اگر 19 سال بگیریم تقریبا 20 چند سال. 20 چند سال بعد از وفات محمد ابن عبدالوهاب هند مستعمره کی میشه؟ مستعمره بریتانیا.
بعد از وفاتش. بله. اما از آغاز کارش به بعد، از آغاز آغاز دعوتش به بعد، از آغاز دعوت خو 1730 بود، یعنی تقریبا 80 چند سال، 80 چند سال، نه 730 بلکه یعنی 80 اینجا چند چی که 19 90 سال، تقریبا 90 سال. 90 سال بعد بالای هند تسلط پیدا کرد. بله. حاکمیت و هند در مستعمره اونها قرار گرفت. مثل نویسنده یا افترا کننده این یادداشت ها، بله، عقلش اینقدر کار نمیکنه که 90 سال بیشتر دروغ میگوید. اقلش در اینجا چرا اینجا من درست پی نبردم، یعنی 90 سال خب میشه بعدها یادداشت نوشته باشه. خب یادداشت نوشته باشه این 90 سال که او وفات کرده. یعنی محمد ابن عبدالوهاب خردسین بوده و این شخصی بزرگ در یعنی این 90 جاسوس ماهر و معروف در مستعمره انگلیس سری از یعنی کار بیش کرده از تا 100 سال عمر آمده. دیده. هدفتان است که بله، باید بیش از 100 سال همفر عمر دیده باشه تا اینکه نوشته یعنی باشه. اقل شی در وقتی که او آغاز به کار کرده باشه این 40 چند ساله بوده باشه تا اینکه یک جاسوسی ماهر، یک نماینده خاصی چیز. پس از او این 90 سال پس از این تقریبا بعد 200 سال عمری از او یا یک نیم سال کم از کم عمری از او میرسه. خب این عمر هم چیز کار داره. خب به هر حال نه، و این در پیرامون اینجا میگویه که ما فعلا این چیز هستیم، برنامه میسنجیم تا کسی پیدا کنیم که برای ما کار بکنه. یعنی تا که بعد از سال 1819 بله. یعنی در قرن 19 در اوایل دهه سوم قرن 19 بگیم در صدد ایستن که برنامه ریزی بکنن. بله. برای یافتن و برای پیدا کردن شخصی که اهداف انگلیس پیاده کنه. بله. منتها انگلیسی که اهداف حکومتی را پیاده کنه که 100 سال بعد تأسیس می شود. 100 سال پیش حکومتی که وجود نداره، این حکومتی که وجود نداره 100 سال پیش برنامه ریزی کرده برای تأسیس حکومت، برای فردی که همین حکومت کارهای این حکومت پیش ببره. خودی حکومت چند 100 سال بعد تأسیس میشه. خود در اون میگویه که ما فعلا وجود داریم، یعنی همین حکومت ما قائم هست. شاید پیچیدگی در اینجا بود. بله. من اینجا دوباره واضح میسازم. اینجا در خاطرات وقتی که میگه که ما در صدد ای بودیم که محمد ابن کسی را پیدا کنیم برای که کارهای ما را بکنه، جاسوسی برای ما کار بکنه. مستر همفر میگه. بله. بله، در نهایت بعد از تلاشی سالهای طولانی و متمادی به شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب ما دست یافتیم. درست؟ خب حالا میگویه که این در زمان این جریان بوده که بریتانیا حاکم چی بوده؟ حاکم چین و هند و خاور میانه. گفتیم بریتانیا بالای هند چی وقت حکومت حاکم شده؟ 1819. یعنی در اواخر دهه دوم قرن 19. بله، 20 چند سال بعد از یعنی 28 سال بعد از وفات محمد ابن عبدالوهاب. درست؟ دوم میگه که بالای خب میشه این مقدمش بوده باشه. بالای چین. نه، اینجا وقتی که محمد ابن عبدالوهاب تلاش میکنه، یعنی به این معنی است که وقتی محمد ابن عبدالوهاب تلاش میکنه، محمد ابن عبدالوهاب یا چندین دهه قبل مرده رفته. خب حالا ارواح او را تلاش میکنه که جاسوس بسازه. بله. محمد ابن عبدالوهاب به اتفاق همه در 1206 هجری و معادل با 1792 میلادی وفات کرده. بله. حالا اینها تسلط پیدا کردن بالای هند در 1819. بالای چین چی وقت تسلط پیدا کردن که اینجا بالای چین همه حاکم هستن یا نه؟ معلوم نیست. بله اینجا نوشته چون واضح هست. در سال 1842
و این چیزی نیست که ما ساخته باشیم. این از طرف حتی خود مراکز رژیم آخوندی 1842 تسلط بریتانیا بالای چی است؟ 1842 تسلط بریتانیا بالای چین هدفتان است؟ بله. این چی وقت می شود؟ 1842 یعنی از وفات محمد بن عبدالوهاب دقیقاً از وفات محمد دقیقاً 50 سال بعد، 50 سال، نیم قرن، 50 سال بعد این چی شد؟ دو تاریخ. تاریخ سوم خاور میانه و غیر از آنها و غیر آنها که ذکر نکرده. خاور میانه تسلط بریتانیا به خاور میانه بعد از دوره شریف حسین است. یعنی در این اواخر است، با مدت طولانی هم عراق و اینجاها در تصرف او نبود. در قرن 20 هجری هست تسلطش، در اواخر عهد عثمانی ها. یعنی تقریبا دهه چندم بگیم، یعنی بگیرش در 80-90 سال قبل، تقریبا دهه سوم بر خاور میانه تسلط پیدا. بالای مصر تسلطشان بر مصر، استعمار بریتانیا بر مصر 1882 هست. یعنی دقیقاً 90 سال پس از وفات محمد ابن عبدالوهاب. خب یعنی اگر دروغ میسازی باید هوشیار باش. اقل شی تعبیر بکن که شکلی بوده باشه که سازگاری با جریانات تاریخی سازگاری داشته باشه. اون زمان محمد ابن عبدالوهاب ادعای چی میکنه؟ دروغ نویس نوشته که ما فعلا مستعمرات زیادی دارن که بر هند و چین و خاور میانه تسلط پیدا کنیم. ما که به تاریخ استعمارهای بریتانیا رجوع میکنیم، انگلستان چیز عکس زیر همین محیطی که گفتم ما بالای فعلا حاکم هستیم اشتباه است، غلط است، دروغ است. به 100 سال بعد است، 100 سال بلکه بیشتر از 100 سال بعد است، چون خاور میانه را هم گفته. بر مصر تسلطش قدیمتر بود، بر خاور میانه یعنی بعد از مصر 2 دهه بعد از مصر بالای خاور میانه تسلط پیدا کرد که آمد زمان بالای عراق و سوریه و فلسطین و در 1940 چنده از اینجاها برآمد. پس یک چیزی را ادعای میکنه که یعنی فعلا زمانی را ادعا میکنه، یعنی این نوشته در زمان گویا شده که بریتانیا بالای چی حاکم است؟ بالای چین و هند و خاور میانه. خاور میانه، مصر و همه اینها. و اینها چی زمان بعد از وفات محمد ابن عبدالوهاب در تصرف بریتانیا رفتن؟ گفتیم اگر بیایم فقط تنها هند بگیریم، هند 20 و چند سال، و اگر چین بگیریم 50 سال، و اگر خاور میانه رو بگیریم خب مصر 90 سال، خاور میانه 100 و چند سال بعد از محمد ابن عبدالوهاب. چیز خاور میانه محسوب میشه. اینها در تحت تصرف بریتانیا داخل میشوند و این زمان هست که بریتانیا حکومتش وسیع است که از شرق تا به غرب تحت حاکمیت، یعنی آفتاب بر مستعمرات بریتانیا طلوع میکنه و بر همون غروب میکنه. پس میگه که دروغگو را حافظه نباشد و آخوند که باز هیچ نوع حافظه نداره. همفر در زمان محمد ابن عبدالوهاب بوده یا در زمان یعنی در قرن 16 آیا در بوده؟ یادداشت ادعا کرده که ما با محمد ابن عبدالوهاب دیدار داشتیم؟ همین دیداره که میگوید چون وقت ما جناب دکتر بله همین 10 دقیقه بیش وقت نمونده. اگر بریم بعد از بیان این رویدادهای تاریخی و این سیر تاریخی که شما به او اشاره کردین و از دروغ‌ها و از افتراها پرده برداشتین، بریم روی ازی که این چه گفته خودش، این همفر که نمیفهم واقعیت داره نداره، وجود داره یا نداره، یا همون آیت الله محمد مهدی که شما گفتین اوست، چی گفته درباره محمد ابن عبدالوهاب؟ خب پس از اون میگویه که
یعنی بعد از تلاش هایی که سالهای ما در چندین مدت چندین ساله در ترکیه و در مصر و در دیگر جاها ما به عنوان جاسوسی انگلیس کار میکردم. حالا همین دروغگو حافظه‌اش بار دیگر در اینجا از بین رفته. بله. اونجا گفته که ما بالای هم از اینها حکومت داریم. خب حکومت که داره تو چه قسم جاسوسی میکنی؟ در اینجا بالای خاورمیانه هم حاکم است. سوریه و خب سوریه و لبنان و عراق و اردن و عراق و اینا همه در خاورمیانه هست. بله. حالا اونجا حاکم هست، در اینجا جاسوسی میکنه که این مناطق بر ضد حکومت دولت عثمانی بشورانه. حالا نمیدانم که حاکم بوده بر ضد خودش میشورانیده یا این که مقدمه چینی میکرده برای استعمارگری و برای اشغالگری. اگر دوم بوده باشه اول دروغ است. یکی دیگر را نفی میکنه، یکی دیگر را نفی میکنه، و عبارات متناقض است. حافظه‌اش خراب هست که دیگر مثیل نداره. خب پس در صفحه 7 اگر شما بیاین. خب جناب دکتر، ما حتی میخواستیم که بعدا بریم، اما گویایی که حافظه اجازه نمیده که حتی ما آخر کتاب بریم. شما میخواین حافظه پی در پی زیر سوال ببریم. یعنی دروغگو همیشه از خود نشانه ها میگذاره. بله صفحه 7 هستیم، بفرمایید. صفحه 7 اینجا سطر 3 بخونین، سطر 2 اخیرش. اما آن چی؟ اما خب دوستای گرامی را نمایش بدن. اما آن چی؟ هدفتان اینجاست. بله. چون پیش از این میگویه که ما تشویش نداشتیم راجع به چین و هند و یعنی اونها را ما با انواع مختلف فریب میدادیم. مشکلی ما چی بود؟ همین سرزمین هایی که سرزمین های اسلامی بودن و با قرآن و با سنت سر و کار داشتن. اما آنچه خاطر ما را نگران میساخت. و جالب است جناب دکتر که پیش از اینکه من عبارت بخوانم، در جایی که من مطالعه کردم در برخی از جا از تشیع تمجید و تحسین میکنن و او میرویم در تمام کتاب تمجید میکنن. اما آنچه خاطر ما را نگران میساخت کشورهای اسلامی بود. زیرا حالا در همین نقطه میبینیم. بله. چه خاطر ما را نگران میساخت کشورهای اسلامی بله. بود. قبلا یاد آور شده بود که کشورهای اسلامی به شمول خاور میانه چی بود؟ زیر تسلطشان بود. زیر تسلطشان بود. حتی مصر هم در اون زمانی که خاور میانه در زیر تسلطشان بود، مصر هم زیر تسلطشان بود. خاور میانه بود دیگه. بله، مصر هم زیر تسلط، اول بالای مصر تسلط پیدا کرد، بعد از بالای خاور میانه. حالا اینجا پس کشورها دوباره بروز کرد. خب بعدش زیرا ما گرچه با آن مرد بیمار که هدفش امپراتوری عثمانی یا خلافت عثمانی است قراردادهای بسته بودیم که همه آنها به نفع ما بود و بنا بر پیش بینی های کارشناسان وزارت. حالا پس دوباره برمیگردیم به اینجا که میگویه که امپراتوری عثمانی را به چی اسم میکنه؟ مردی بیمار. بله. زمان زندگی محمد ابن عبدالوهاب، حتی بعد از محمد ابن عبدالوهاب، زمان اوج قدرت حکومت عثمانی است. اوج قدرت حکومت عثمانی هست. مصر تحت تسلطش است، شام و عراق تحت تسلطش است، حجاز تحت تسلطش است، یمن تحت تسلطش است، اونجا جزایر اونها تحت تسلطش هست. در قلب اروپا زمان یعنی قرن 17 هجری است. یعنی زمان زندگی محمد ابن عبدالوهاب چی وقت است؟ زمان زندگیشان گفتم از 1703 بله تا به 1792. بله. یعنی در قرن 18. بله، دولت عثمانی در اینجا در اوج قدرت خود است. در قرن 18. بله، قرن 18 قرن 19 دولت عثمانی مرد ضعیف 100 و چند سال بعد از اون می شود. یعنی در اواخر قرن 19 یعنی زمان حکومت عبدالحمید ثانی، عبدالمجید است و این دیگرها، یا بلکه تا اول قرن 20 هم اوایل قرن 20 زیاد ضعیف می شود. یعنی کم از کم 1.5 سال الی 200 سال بعد از اون جریان
این مرد ضعیف می شود. ولی این فالبین بوده یا کدام چیزی دیگری بوده، نمیفهمیم. حکومت بریتانیایی کبیر که اصلا وجود نداره او را تأسیس میکنه. بله. در ورق. بله. اینجا حکومت عثمانی که در اوج قدرتش هست، در قلب فرانسه، در قلب روسیه، در قلب البانیا بعد از او فتح شد. در اونجاها لشکرهایش هست، اونجاها همگی میلرزن از هیبت او. این شده مردی بیمار و اون که اصلا وجود نداره، صد و چند سال بعد تأسیس شده بریتانیایی بزرگ و امپراتوری که شرق و غرب نداره. جناب دکتر اگر نقطه بعدی، چون 5 دقیقه وقت نداریم، فرمایید نقطه بعدی که ما پیرامونش صحبت میکنیم چی است؟ شما از نقطه به همین تاریخ ها برویم یا که چیزی دیگر وارد شویم؟ خب اگر حرفتان تقریبا تا 4 دقیقه تمام میشه، خب یک تاریخ دیگر میگویم. بله بفرمایید. بس چون به دیگر مطالبی که عمده هست شاید در این برنامه نشه، و برنامه بعد اگر الله تعالی فرصت میسر کرد به اونجا میریم. در همین جا در نسخه عربی کتاب هست، نسخه عربی کتاب تقریبا صفحه 12 هست و در این نسخه متاسفانه نزد من است نسخه عربیش، در همین نسخه هم پیدا میکنیم. خب نکته دیگری که وزارت مستعمرات که میگه که مرا وزارت مستعمرات توصیف کرد، در صفحه 9 این نسخه هست. صفحه 9 دوستای گرامی اگر نشان بدن از اتاق کنترل، وزارت مستعمرات. خب وزارت مستعمرات مرا طی یک مأموریت هدفتان اینجاست جناب دکتر؟ بله. در سال 1710 میلادی. خب در سال 1710 میلادی وزارت مستعمرات مرا یعنی همفر مرا طی یک مأموریت به سرزمین های مصر، عراق، تهران، حجاز و استانبول فرستاد تا اطلاعات کافی که ما را در پیشبرد اهدافمان در تفرقه اندازی میان مسلمانان و گسترش تسلطمان بر کشورهای اسلامی موفق تر می سازد که باید می ساخت گرد آوری نماییم. خب پس اینجا متوجه به این تاریخ بوده باشه. بله. 1710 میلادی. کلمه دوم وزارت مستعمرات. بله. یعنی باید تمام اینها زیر تسلط اولین مستعمره معروف انگلیس هند است. 1819 و این وزارت مستعمرات چی وقتی را روان میکنه؟ 1710. یعنی واقعا جای تعجب است برای خود من، سوال برانگیز است. 100 و چند سال، 110 سال تقریبا قبل شما از اینکه وزارت بوده باشه. خب وزارت بوده برنامه ریزی میکرده برای استعمارگری جناب دکتر؟ نه، وزارت مستعمرات تاریخ تأسیسش در آرشیف کی هست و در تاریخچه انگلستان هر کس بخونه که تاریخ وزارت مستعمرات چی وقت بوده و مستعمرات چی وقت تأسیس شده. خب نکته دوم، ما گفته بودیم محمد ابن عبدالوهاب سال چند تولد شده؟ سال 1702 1703. 1703. و 1710 که وزارت مستعمرات را وظیفه داده که در اونجاها که شخصی را پیدا کنه، رفته بعد از 6 ماه جوان نیرومند و برومند و تحصیل کرده و چی و چینان مانند محمد ابن عبدالوهاب عراق و تهران و شیراز و اصفهان و ترکیه و چیزها را سفر کرده و چی و چینان را پیدا کرد به نام محمد ابن عبدالوهاب. در این 1710 چند ساله هست؟ 1710 باید محمد ابن عبدالوهاب 7 ساله باشه. 7 ساله. بله. خب در 7 سالگی خود هدف شاید این باشه که تربیه میکرده، در حال تربیه کردن بوده. نه، اینجا در بعد میگه که ما چیز یافتیم. خب جناب دکتر در بعد میگه که ما این را یافتیم که هم با این زبان‌ها چیز داشت، جوان
جوان با استعداد، جوان محمد ابن عبدالوهاب یعنی بله محمد ابن عبدالوهاب در خب 1710 اصلا من در لندن مطالب زیادی درباره سه زبان ترکی، عربی، زبان قرآن، زبان فارسی، زبان ایرانی فرا گرفته بودم. اما آموزش زبان مطلبی است و تسلط بر زبان به گونه‌ای که انسان بتواند مانند صاحبان همون زبان مطلب دیگری است. هدفتان اینجاست؟ نه صفحات بعد وقتی که ذکر میکنم یعنی که محمد ابن عبدالوهاب پیدا کرد، هدفش ای که یعنی محمد ابن عبدالوهاب سر زبان ها مسلط بود. بله خودش هم در بعد میگوید که ترکی و فارسی را خوب یاد داشت و این را در بصره با این ملاقات کرد. محمد ابن عبدالوهاب در 1710 7 ساله بوده. تیفلیس 7 ساله از که هنوز از روستایش هم شاید خارج نشده باشه. بله. خب جناب دکتر، بعد از مدت بعد از او به حجاز آمد و تقریبا به دامنه های 20 سالگی و بالا بود که سفری اونجا را به پیش گرفت. سفر کجا؟ بصره. بله. بصره و در اونجا پیش علمای اونجا. اما این میگه در این سال در این سال یعنی این در این سال محمد ابن عبدالوهاب طفل 7 ساله هست و این یک جوان برومندی دارای تعلیماتی بسیار خود همفر عالی نه محمد ابن عبدالوهاب که حسب توصیف همفر. بله در این سال و سال بعدی او با او ملاقات میکنه، با این ویژگی ها او را پیدا میکنه. پس یا این نمیدونم که اقلش همین تاریخ ها را باید که به خاطر اول یادداشت میگرفت بعد دروغ میساخت، ولی همش دروغگو باید نشانه های بیشمار به خود بگذارم. یعنی من باید پس وزارت کشور آخوندا پیگیری بکنن که کسی که این نوشته متوجه از این بوده یا نبوده، مجازات بکنن، باید به جزای عملش برسه و حتی اگر خودش نمیرسه اولادایش لااقل جزا بتن. آموزشگاه قم باید که چیز بکنه که چرا اینقدر. خب تشکر میکنم جناب دکتر احسان الله مبارز در پایان این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه که با ما بودین. اما بحث فکر کنم که پایان نیافته و بحث در برنامه بعدی هم ادامه خواهد یافت و امیدوار هستم که دوستانی که برنامه را تعقیب کردن در برنامه بعدی یا در جلسه بعدی همین برنامه نیز با ما همراه و همگام باشند. عزیزان گرامی، تا دیدار بعدی و برنامه بعدی همه شما را پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم. خدایار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.